سرخط خبرها. در دوشنبه تنها به 4 شرکت تاکسی اجازه فعالیت داده شده است. امام علی رحمان گفت تلفات پریخ‌ها به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. پیشنهاد کار در یریوان، مزد کار و شرایط کاری چگونه است؟ درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم میدیوک سید از دوشنبه. در دوشنبه تنها به 4 شرکت تاکسی اجازه فعالیت داده شده است. حکومت شهر دوشنبه تنها به 4 شرکت تاکسی اجازه فعالیت داده است تا هر یک با 3000 تاکسی در عموم 12000 به فعالیت مشغول شوند. تا این دم در حدود پایتخت 12 شرکت با 4300 ماشین به فعالیت مشغول بودند. در قراری که معاونان رئیس شهر امضا نمودند و رسانه‌ها آن را نشر کردند، از این پس تنها شرکت‌های اکو تاکسی، آلوچ افتا، کاویان و صفا تاکسی حق کرایه کشی دارند. از این 4 شرکت طلب کرده شده است که کوتاهای جدا شده را قطعی رعایت کرده در داخل تاکسی ها کامراهای نظارتی نصب کرده پرداخت را غیر نقدی گیرند و به مسافران رسید پیشنهاد کنند. اینچنین به شرکت های تاکسی سفارش داده شده است که بیرون از حدود شهر دوشنبه به فعالیت مشغول نشوند. تقدیر 8 شرکت دیگر چی می شود معلوم نیست. امام علی رحمان گفت تلفات پریخ‌ها به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از آبشوی با سرعت پریخ‌ها اظهار نگرانی نمود. تاکنون از 14000 پریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آبی تازه در منطقه می باشند، 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است و روند آبشوی با صورت پریخ‌های ما همان ادامه دارد ذکر نمود و 30 می در کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پریخ‌ها به تاکید رهبری دولت تلفات پریخ‌ها نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. یادآور میشیم که از 29 تا 31 می در دوشنبه اولین کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پریخ‌ها برگزار کردید که بیش از 2600 نفر را از 90 کشور جهان و 70 سازمان منطقوی و بین المللی در دوشنبه گرد آورد. در دایره این کنفرانس فرم و سمینارها و چاره‌بینی‌های کناری گوناگون برای بررسی مسائل مربوط به آبشوی پریخ‌ها، تغییر به اقلیم، همکاری و مبلغ گذاری در این سمت برگزار گردیدند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شهروندان را برای کار در شهر یریوان پایتخت ارمنستان دعوت می‌کند. طوری از خدمات خبر می‌دهند پیشنهاد مذکور برای متخصصان ساحه ساختمان است. داوطلبان باید نسخه اسکن شده شناسنامه خارجی و رقم واتساپ خود را پیشنهاد نمایند. مزد مهنت از 1200 تا 1800 دلار آمریکایی در یک ماه مقرر شده است. سن و سال داوطلبان باید از 21 تا 60 ساله باشد. رجای کار 6 روز در یک هفته، 8 ساعت در یک روز گفته می‌شود. از جانب کارفرما جای خواب و اسباب‌های کاری تامین می‌گردد. لباس و خوراک از حساب کارگر است. برای معلومات بیشتر به رقم‌هایی که در اکران می‌بینید زنگ زنید. پدر خواننده یکی از مکتب‌های پایتخت را برای بی‌احترامی به آموزگار جزا دادند. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد. به اطلاع این نهاد اشرف ظاهر پدر خواننده یکی از مکتب‌های پایتخت ایراد را نسبت به ترتیبی فرزندش نادرست قبول نموده نسبت آموزگاران بی‌احترامی کرده است. همزمان با طلبات قانونی کارمندان ملیسا اطاعت نکرده ترتیبات را دغلانه ویران نمود که این کردارهای او بی‌جزا نماند. می‌نویسد منبع. گفته می‌شود نسبت نام برده جریمه مأموری تطبیق همزمان برای تکرار نکردن به طور قطعی
огоҳонида шуд. дар натиҷаи бархурди ду мошин дар ноҳияи Ҷабор Расулов 5 нафар ҷон бохта 4 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар ин бора вазорат корҳои дохилӣ хабар дод. 29 май ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Combo Қурбоншоев Донёри 23 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ҷамоати деҳоти Гулхонаи ин ноҳия ба самти муқобили роҳ баромада ба сабукрави тамғаи Opel Zafira таҳти идораи Ҷурахмедов Атахони 36 сола бархӯрдааст. дар натиҷа ҳарду мошин оташ гирифта ронанда ва мусофирони ноболиғи Opel Zafira Мирзо Шавкатзода Муслиддин, Асадхонзода Муҳаммадхон ва Сулаймонов Ҳадиятуллои 16 сола, инчунин мусофири автомашини тамғаи Opel Combo Обидов Обиҷони 31 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ронандаи Opel Combo ва се мусофири Opel Zafira ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. манбаъ менависад оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. бинандаи азизи ин барномаи навиди 7 рӯз буд. иди қурбонро ба шумо табрик мегӯем ва саодату хушбахтиро орзу менамоем. хайр.